برای من که بخوام بگن کمکاری و از این حرفای کوچیک بخوام بزنن، هوادارا خودشون میتونن تصمیم بگیرن و نظر بدن. بعد ببخشید یه لحظه، بعد داشتم در مورد قراردادم صحبت میکردم. قرارداد من متاسفانه از اول فصل قول دادن به من ولی درست نکردن. از روز اولی که من اومدم سر تامین ذهن من درگیره تا به همین امروز که الان فردا میخوام پول بدن، هنوز که قرارداد من درست نکردن. ولی چطور میتونن تو اون روزایی که اول که کسی پشت من نبود من خودم تنها میرفتم این ور دنبال مشکلاتم، اون ور دنبال مشکلاتم، میگفتم آقا شما بیاین به عنوان مدیر باشگاه استقلال شما بیاین برین همراه من مشکلمو حل کنین. میگفتم آقا تیم ملی رو حل کنم، میگفتن خودت برو. چطور؟ حالا دیگه من نمیخوام اسم بیارم. چطور آقا تو اون لحظه که من به مشکل خوردم باز رفتین اون اشتباه پارسال رو کردین، تماساتون رو گرفتین با یه گلر دیگه، 60 میلیارد هم باش صحبت کردین. ولی علی بیرامن نمیگی؟ حالا من نمیخوام اسم بیارم، ولی هوادارا بدونن قرارداد منو ببینن امسال خنده‌شون میگیره و مدیریت باشگاه هیچ تلاشی نکرده متاسفانه. و همون روزایی که من مشکل خوردم، حالا من هیچ وقت اهل بازارگرمی نبودم و نمیخوام صحبت کنم، ولی از طریق اسپانسر یه تیم یه باشگاه دیگه من تماس گرفته شد، گفت قراردادتو فسخ کن، بلند شو بیا اینجا، ما 50 میلیارد به پول میدیم. برای گفتم من فرزند استقلال هستم، من کاپیتان استقلال هستم، همینجوری نمیتونم راحت بلند شم بیام. ولی کاش باشگاه این چیزا رو بدونه. من درستی سلام بخوام در مورد قراردادم اینجا صحبت کنم، ولی واقعا خسته شدم. بازیکنان میدونیم که قرارداد از سال قبل و سال قبلترش طلب دارن و حالا شخص خودت رو اگه بخوای بگی از 2 فصل اخیر چقدر طلب داری و این امسال چند درصد گرفتین؟ ببین کاری حالا به طلب و اینا ندارم، حالا 2-3 نفر از بچه‌ها بودن پول قبل تو این از اول فصل رو پول نگرفته بودن. میگم ما از اول فصل مشکلات زیاد داشتیم، این مشکل تیم ما 1-2 تا نبود، واقعا مشکلات زیادی داشتیم. از همون اردو ترکیه یه دونه بود و من پیش بینی این روزا رو می‌کردم، متاسفانه که این اتفاق بیفته، که اتفاق هم افتاد. ولی باید همه تلاش کنیم استقلال به روزای خوش برگرده. یه سوال دیگه هم در مورد بازی امروز بپرسم. ببخشید بازی امروز داور اعتراض کرد. بازی امروز من یادم رفت بگم، من تو اون صحنه که توپ رفته بالا، کارت زردم فکر کنم گرفتی. تو اون صحنه که توپ رفته بالا من خروج کردم برای توپ، فوروار تیم حریف، والا بازیکن تیم حریف زیر منو خالی کرد که من اون توپ از دستم در رفت. و بعدش ببخشید وقتی من تعادلم از دست میدم رو هوا، نمیتونم که ببخشید اینجوری دست بسته بیام پایین، بالاخره دستم کجا بذارم بیام پایین. یه پنالتی الکی واقعا گرفت و فکر کنم چون بازی 2-0 بود می‌خواست یه امتیاز عمل به تیم حریف بده. مرسی.